ابرو شاهین بازیگر تازه‌کار اما درخشان ترکیه‌ای که با بازی در سریال تردید یا هر جایی بین فارسی زبان‌ها محبوب شده رو توی این ویدیو بیشتر بشناسید. پس روی دکمه عضویت بزنید و این ویدیو رو تا انتها ببینید. ابرو شاهین متولد سال 1994 با قد 166 و وزن 55 در استانبول ترکیه به دنیا آمد. ابرو چشمای قهوه‌ای و موهای فر و خرمایی رنگ داره. قبل از اینکه توی سریال هر جایی بازی کنه، بازیگر چندان مطرحی نبود، اما با سریال عروس استانبول با بازی در نقش برجو شناخته شد. به گفته خودش بازی در سریال عروس استانبول براش مثل یه سکوی پرتاب بود برای دیده شدن و یکی از بزرگترین شانس‌های زندگیش رو هم بازی در این سریال میدونه. بعد از دریافت مدرک رشته علوم ورزشی در دانشگاه استانبول، دیپلم بازیگری گرفته و اولین کار هنری خودش رو در سال 2016 با فیلم پول خون شروع کرد. بعد از اون در فیلم‌های بابام و جنگجو نقش گرفت و نهایتاً با جان بخشیدن به نقش برجو در سریال عروس استانبول و بازی در نقش خلبان در سریال سیب ممنوعه به شهرت رسید. در حال حاضر در نقش ریان شادوغلو، یکی از نوه‌های خاندان بزرگ شادوغلو، در کنار آکین آکینوزو نقش‌های اصلی سریال هر جایی رو بازی می‌کنه. علایق ابرو: اون از بچگی علاقه زیادی به ورزش داشت، به طوری که میگه زندگیش با ورزش پیوند خورده. از 8 سالگی مشغول اسب‌سواری بوده و الان به صورت حرفه‌ای داره به این ورزش میپردازه. ابرو اظهار کرده که قبل از اینکه به موسیقی و تئاتر علاقه پیدا کنه به ورزش علاقه داشته، اما بعدها این دو رشته هم وارد زندگی شدن. اگه واسه باشگاه رفتن وقتی پیدا نکنه، توی خونه ورزش میکنه یا حتی صبح زودتر از خواب بلند میشه تا ورزش کنه. ورزش‌های متنوعی انجام میده و از انجام کارهای یک نواخت بیزاره. ورزش‌هایی مثل کیک باکس، رقص، تناسب اندام و پیلاتس رو خیلی دوست داره. آرایش غلیظ رو دوست نداره و آرایش ساده رو میپسنده. اون علاقه زیادی به استفاده از ماسک‌های طبیعی برای پوستش داره. عاشق مسافرت و دیدن جاذبه‌های طبیعی و کمپ زدنه. عاشق گل و گیاهه و هر گوشه از خونش رو که سر بزنید چند تا گلدون طبیعی میتونید پیدا کنید. اون مدت مربی ورزشی بوده و به صورت انفرادی به دیگران آموزش میداده و به این کار علاقه زیادی داشته. جوایز و دستاوردهای ابرو شاهین: جایزه پروانه طلایی پنتن، جایزه پروانه طلایی ستاره در حال رشد، جایزه بهترین بازیگر زن سال. همسر ابرو شاهین: ابرو مجرده و در سال 2018 حرف و حدیث‌های مبنی بر رابطه عاشقانه ابرو شاهین و تولکا ساریتاش به گوش میرسید که هیچ کدومشون این رابطه رو تایید نکردن. ابرو در آخرین مصاحبه خودش اعلام کرده که به دنبال مردی باهوشه و اولین شرط رابطه خودش رو با یه مرد باهوش بودن اون میدونه. بعد از بازی در سریال تردید یا هر جایی، زمزمه‌هایی در مورد رابطش با آکین آکینوزو شنیده شد که تکذیب شد. اخیراً ابرو شاهین با اکین مرت، بازیگر ترک، در جنگل ملی بلگراد ترکیه دیده شده. طبق گفته رسانه‌ها این دو رابطه عاشقانه با هم دارن. اکین مرت قبلا با الی ساکوچ اوغلو، همسر سابق موراد بوز، نامزد بوده. فعالیت به عنوان یک مدل: ابرو شاهین به خاطر چهره زیبا، اندام ورزشی و مناسب، ابتدا در سال 2015 وارد حرفه مدلینگ شد و برای خیلی از برندهای معروف فعالیت تبلیغاتی میکرد و در رسانه‌ها و بیلبوردها تصویرش دیده میشد. کیا ابرو شاهین رو دوست دارن؟ توی کامنت ها در مورد اینکه چرا طرفدار ابرو شاهین هستید صحبت کنید. ضمناً لایک یادتون نره.